سلام دوستان، با آموزش یه بافت در خدمتتونم. یه تاپ و دامن بافتنی. هر نوع قلاب بافتنی میتونیم استفاده کنیم. برای این مدلایی که تابستونی و مجلسی هستن باید از نخهای نازک و سامر، نخهایی که خنک باشه و نازک باشه بهتر استفاده کنیم، چون این آلیز دیواست. این نخ سامر آلیز دیوا و نخ تابستونیه. نخ با یه مارک دیگه کنون دیواست و این کنون دیوا هم همون کیفیت آلیز دیوا رو داره. نخ دیگه ای که خیلی برای لباس مجلسی خیلی خوبه، نخ ابریشم مصنوعیه و این نخ ابریشمی هم خیلی برق خوبی داره و مجلسی تره. ولی دیگه ای هم ما تو ایران داریم که به همین شکل پیچیده شده است و بعد خودتون باز کنین، به اسم مرسر ریزه. و مرسر ریزه رو خودتون میارین قلاب میکنین، خودتون نخو باید بپیچونین. و مرسر ریزه ایرانی قیمت خیلی ارزونی هم داره و برای کارهای تمرینی یا کارهای خنک اتفاقا نخ خیلی با کیفیتی هم هست. برای کار ما نیاز به زنجیره زدن داریم. دور تا دور دامن رو اندازه میگیریم. برای اندازه گیری اولین رو بهتون بگم، ما باید دور تا دور باسن رو اندازه بگیریم. یعنی برای اون خانم یا دختر خانمی که شما میخواین ببافین یا فرزندتون، باید دور باسنشون رو در نظر بگیرین. دور کمر رو نمیشه چون کار بالا نمیاد. این اول کار ما میایم نخ و دور انگشتمون میپیچیم و با قلاب یه دونه گره ابتدای کار رو میزنیم. گره رو که زدیم شروع میکنیم به زنجیره زدن. دقت کنید تو ویدیوهای قبلی من زنجیره زدن رو آموزش دادم، توی ویدیوی کوتاه میتونید نگاه کنید. زنجیره میزنیم به اندازه دور باسن فرد. من الان این کار رو توی سایز خیلی کوچیکتر میبافم که زودتر کار به سرانجام برسه و ویدیو کوتاه‌تر باشه. خب ببینید، من مثلا فکر میکنم که اندازه دور باسن، حالا جدول سایز هم استفاده کنید، فکر میکنم من 90 سانت متر گذاشتم و اینو اندازه زدم. حالا تعداد زنجیرهایی که خواستم رو به دست آوردم و حالا میخوایم سر و ته کار رو میخوایم گرد بافی کنیم. سر و ته کار رو ما به هم وصل میکنیم. به چه صورت؟ از یکی از تارهای اون گندمی های اولی قلاب رو رد میکنیم و نخو میگیریم. ببینید نخو میکشیم. حالا 3 تا پایه میزنیم. 1 2 3. 3 تا پایه که زدیم، حالا باید دور تا دور کار رو پایه کوتاه پایه بلند معمولی بزنیم. پایه بلند رو من تو ویدیوهای قبلی بهتون آموزش دادم، ولی بازم اینجا تکرار میکنم که دوستانی که اون ویدیو رو ندیدن میتونن اینجا ببینن. ببینید یک نخ و دور قلاب میپیچیم و قلاب رو از گندمی رد میکنیم. حالا 3 تا رو 2 تا میکنیم و 2 تا رو 1. بدیم به این روش. من سکوت میکنم تا ببینیم. ببینید تمام این پایه ها رو روی هر گندمی که ما زنجیره زدیم ما یه دونه پایه بلند معمولی میبافیم تا به پایان کار. خب دوستان، من دونه آخرم ببافم از این رد. خب ببین دور تا دور کار رو من بافتم. خب حالا دونه آخر رو یادتونه 3 تا زنجیره زدیم که پایه اولیه کارمون بود. به سومین زنجیره ما یه دونه نخ رد میکنیم و ببینید بست میزنیم کار رو. اینجوری کار گرد و دور تا دور میشه. حالا باید کاری که کنیم، ما میخوایم توربافی ببافیم. واسه توربافی 4 تا زنجیره یا 5 تا زنجیره میزنیم. 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4. تو 4مین خونه ما یه پایه میزنیم. 1 2 3 4 5. دوباره یه زنجیره، یه بست. 1 2 3 4 5 و یه بست.
همینطوری دور تا دور کار رو ما تور بافی میکنیم. خب به این روش میگن تور بافی. ما 5 تا زنجیره میزنیم و تو چهارمین خونه یه دونه بست میزنیم. ببین دوستان، من این کار رو الان سایز بزرگش رو دارم میبافم، منتها با نخ مشکی رنگه و ممکنه تو دوربین خوب دیده نشه، ولی خب ببینید ما الان این دور تا دور این کار رو ببینید. حالا روی رومیزی سفید میگیرم که دیده بشه. این کار به این صورته. ما دور اول رو بافتیم، رج اول رو بافتیم، حالا میخوایم این رج دوم رو ببافیم. ببینید این رج دوم باید به صورت توربافی باشه، همش توربافی باشه تا آخر کار. ببینید این کار ما. اینم دامنیه که من دارم میبافم و قرار 35 سانت من این کارو ببافم. مناسب سایز 34 و 36 هستش این کار و با نخ مرسریزه معمولی هم دارم میبافمش. کیفیت و تمیزی بافتو ببینید. من سعی میکنم روی رومیزی مشخص باشه ان کار که ببینید. خب اینو کنار بذارم ادامه کار داشته باشیم. خب پس من توربافی رو ادامه میدم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره، 1 2 3 4مین پایه ما یه دونه بست اینا رو به هم وصل میکنیم. خب ببینید میخوام تور آخری رو بزنم و وارد ردیف بعدی شم. ردیف بعدی بازم ما یه دونه تور بافی میکنیم، این 5 تا زنجیره و وسط کار، ببینید وسط تور قبلیمون ما این کار رو میبافیم. 1 2 3 4 5 و وسط بعدی. خب الان ما 2 تا خونه اضافه کردیم. خونه بعدی رو پایه پر میکنیم، پایه بلند پر میکنیم. چند تا میتونیم به سلیقه خودمون، ولی باید بیشتر از 6 تا باشه، مثلا 7 تا 8 تا 9 تا، بستگی داره که خودمون کار تو چه سایزیه و دوست داریم این گلبرگ ما چه، حالا بهش میگیم گلبرگ یا صدفی، این کار چقدر میخوایم پر باشه. شروع میکنیم به پای بلند زدن. 2 تا 3 تا، من سومی رو گیر کردی خورده ببخشین. 3 تا 4 تا 5 6 7 یه دونه بست میزنیم و کار رو جمع میکنیم. ببینید این کار به خاطر اینکه گرد بشه، نیمه دایره بشه، باید این کار رو واسش انجام بدی، بست بزنی آخر کار. حالا دوباره میخوایم تور بافی کنیم. 5 تا زنجیره میگیریم، 2 3 4 5. خب بعد به وسط تور قبلی میندازیم. ببینید به این صورت 1 2 3 4 5 وسطش میندازیم. خب وقتی 2 تا خونه شد، حالا خونه سومی رو باز پر میکنیم با 7 تا پایه. 1 2 3 4 5 6 و 7. ببینید 7 تا کار، 7 تا دونه بافتم. حالا به وسط کار با یه بست من این کار تکرار میکنم که شما ببینید و یاد بگیرید. 1 2 3 4 5. خب 1 2 3 4 5. ببینید باید 2 تا فاصله، پس بین هر یه گل ما باید 2 تا فاصله باشه تو این مرحله. الان 7 تا پایه باید دوباره داخل این خونه رو پر کنم. 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا و 7مین پایه. بعد با یه بست به خونه بعدی وصلش میکنم. خب حالا 5 تا پایه همون رو میزنیم، بعد میبریم به خونه بعدی. حالا وارد مرحله بعدی میشیم. خب ببینید دوستان، الان من اینجا یه ایرادی که پیدا کردم اینه که فاصله 2 تا خونه‌مون الان با هم 2 تا شده. حالا میریم به مرحله بعدی. فاصله بعدی ها باید یکی باشه. نگاه کنید بین این و این یکیه، یعنی ما رفتیم رو رج بعدی. رج بعدی 1 پایه 1 زنجیره. 1 پایه میزنیم، 1 زنجیره، 1 پایه 1 زنجیره. ببینید تکرار همین کار تا تمام 7 دونه ما پر بشه.
خب وقتی که این کار انجام شد، دونه آخر باز به وسیله بی بست وصل میشه به اون خونه. حالا دوباره ما یه تور بافی میکنیم، 5 تا دونه میزنیم و به وسطی وصل میکنیم. دوباره روی همین کار رو مثل کار قبل، ببینید این چه شکلی شد. ببینید میرم جلوتر. خب حالا اینو دوباره یه پایه یه زنجیره، یعنی اول یک پایه میزنیم، خب دوستان ببینید یه پایه یه زنجیره. بازم همین کار تکرار میکنیم تا روی این 7 پایه قبلی ما، رد قبلی ما پر بشه. من این مدل رو دارم سایز خیلی کوچیک عروسکیشو میبافم که زودتر تموم شه و شما نتیجه کار رو زودتر ببینید. 5 تا زنجیره و به وسط کار بعدی وصل میشه و روی خونه های بعدی دوباره یک پایه و یک زنجیره بافته میشه. یک پایه یک زنجیره یک پایه یه بلند. خب الان با یه بست به کار وسط کار وصل میکنم. خب اینجا یه کار باید یک دونه خب ما یه دونه تور بافی بهش اضافه میکنیم و ببینید حالا باید روی این خونه ها که یک پایه یک زنجیره بوده ما باید تور بافی اضافه کنیم. یعنی چجوری؟ یعنی اینجوری. ببینید باز دوباره 5 تا زنجیره میزنیم، یه پایه دو پایه رد میکنیم، تو پایه بعدی یه بست میزنیم، 1 2 3 4 5، یه پایه دو پایه، پایه بعدی یه بست، 1 2 3 4 5، یه پایه دو پایه بعدی بست. خب این روی داخل این خونه میشه 2 تا نیم دایره. ببینید 2 تا نیم دایره، یکی هم قبل اومده، این یکی 2 تا 3 تا، حالا چهارمی میره روی این تکیه. ببینید 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. ببینید یه پایه دو پایه رد میکنیم، تمام کار به این شکل. سایز شما بزرگ بشه یا کوچیک بشه هیچ فرقی نمیکنه، کار به همین شکله. مگه اینکه این 7 تا دونه رو کنید 9 تا دونه که بعد به جای 2 تا پایه 3 تا پایه رد کنید، 3 تا پایه بشمارید و تور بافیتون رو بزنید و پایه های تورها رو به جای 5 تا زنجیره با 7 تا زنجیره یا 6 تا زنجیره بزنید که این تور بافیتون یکم بزرگتر باشه میزانش. ببینید بازم میایم روی بست خونه قبلی یه بست میزنیم، دوباره 5 تا زنجیره میزنیم، میریم یه خونه دو خونه رد میکنیم. ببینید 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، یه خونه دو خونه رد میکنیم و 1 2 3 4 5 و داخل خونه آخری. حالا میریم به رج بعدی. رج بعدی باید دوباره تمام این ردیف و داخل این پایه ها رو ما یه ردیف تور بافی بزنیم. یعنی با همون 5 تا زنجیره و یک بست ما داخل این خونه ها رو یکی یکی ما دوباره تور بافی کنیم. 1 2 3 4 5 بستو میزنیم، 1 2 3 4 5 بستو میزنیم، 1 2 3 4 5. وقتی این ردیف پر بشه سراغ مرحله بعد میریم. دوستان شمارش کنید کارتون رو و 4 تا یا 5 تا یا 6 تا یا 7 تا قاطی واطی نزنید که این کار
یه مثلا ببینید الان اینا همه یه اندازن، این تور بافیا وقتی کار پایین میاد خیلی شیک و شکیل میشه. اگه شمارش نکنید و همینجوری بزنید یه کار کج و کله بعده که چشمو میزنه تحویل میدین و خیلی چشمگیر نیست کارتون. سعی کنید بافتاتون هم دستتون رو یه جوری یه اندازه بگیرین، شل و سفت خیلی نبافید که این کار خراب بشه. حیف زحمتی که میکشین، مواظب این شل و سفت بافتن دستتون هم باشین. خب ما دوباره میخوایم بریم یکی از این گلا رو بندازیم. خب این بار ما بین اینا، یعنی ما بین این دوتا تو این یکی خونه، پس ما بافت و زنجیره ها رو تور بافی رو ادامه میدیم تا این یه خونه و این خونه رو باید 7 تا پایه توش بزنیم. پس الان این چهارم پنجمین دونه رو من بزنم. 1 2 3 4 5. خب حالا به این خونه رسیدم با یه بسته. حالا دوباره همون کار رج قبلی، رجهای قبلی. 1 2 3 4 5 6 7 و با یه بست به وسط تور بافی قبلی دوباره 5 تا پایه و دوباره تکرار همون کار. ببینید 2 تا خونه، بین هر خونه 2 تا تور ما میندازیم. ببینید حالا 7 تا پایه میزنیم باز. 1 2 3 4 5 6 و 7 تا پایه بلند با یه بست به وسط وصل میکنیم. 2 3 4 5 تا 1 2 3 4 5 تا. خونه بعدی رو دوباره 7 تا پایه‌مون رو میزنیم. خب حالا دو تا تور بافی بعدیمون هم انجام میدیم و میریم سراغ رج بعدی. این دامن یه خوبی که داره درز نداره و کار خیلی تمیز و شکیل در میاد. ببینید خب حالا بعد از اینکه 2 تا زنجیر رو زدیم میریم سراغ مرحله بعدی. چی بود؟ عین رجای قبلی. یه پایه، یه زنجیره، یه پایه، منظورم پایه بلنده ها، یه زنجیره. تمام هر 7 تا خونه رو پر میکنیم. از اینجای کار به بعد دیگه همش تکراره، یعنی شما هر کاری رو که تو این 10-12 تا رج انجام دادین همه این کار دوباره باید تکرار بشه. یعنی ببینید من 5 تا زنجیره رو میزنم، بست رو میزنم، میرم رو گل بعدی، یه پایه یه زنجیره میزنم و 7 تا پایه رو پر میکنم. وقتی که کار چیز شد، کار تکمیل شد این رج، میرم سر رج بعدی و تور بافی میکنم و اینو تکمیل کنم این رجو. خب ببینید این کار رو من آخریشو. حالا رسیدیم به ردیف بعدی. ردیف بعدی دوباره باید ببینید این کار این تور بافیه که روی این صدفیه تکرار میشه. ما زنجیره میزنیم 5 تا، 3 4 5 تا زنجیره، 1 2 تا کار رو رد میکنیم، 1 2 3 4 5 2 تا کار رو رد میکنیم، 1 2 3 4 و 5 2 تا کار دیگر رو رد میکنیم. حتی میتونید 3 تا کار رو رد کنید، بستگی به سلیقه خودتون داره. و میریم وسط یه دونه کار. ببینید همین کار قبلی توی رج قبلی، فیلم اگه با دقت دیده باشید تکرار میشه. خب این کار رو ما انجام میدیم و این مرحله جلو میره تا 2 ردیف ما تور بافی پشت سر هم بندازیم. ببینید دوباره میگم اینجا یه نکته خیلی مهمه، روی هر گل 2 تا کامل هست، یه نصف از این ور میاد، یه نصف از این ور میره تو خونه بعدی. یعنی ما از اول تا انتهای هر گل 4 تا دونه خونه داریم. اینو دقت کنید، بیشتر نندازید حالا بشه 5 تا 6 تا بعدم بگید
فلانی چرا کار ما خراب شد. به آموزش دقت کنید موقع بافت. ویدیو رو خوب نگاه کنید تا با دقت گوش کنید من چی میگم و فیلم رو ببینید. حتما کامنت بذارید اگه سوالی داشتید، من حتما جواب میدم. به دوستانتون بفرستید، معرفی کنید کسایی که دوست دارن این مدل دامن رو داشته باشن. این دامن به راحتی میشه تبدیل به یه پیرهن زیبا بشه و خیلی جاهای دیگه حتی برای شلوار هم حتی کاربرد داره. ببینید الان اینجای کار من یه ردیف تور بافی کردم. ردیف بعدی رو هم باز میزنم. شما حین دیدن این کار برید اون زنگوله بالای کار رو بزنیم که هر وقت من ویدیوی جدیدی گذاشتم به شما اطلاع داده بشه. از اینکه کار رو لایک میکنین خیلی ممنونم. به ما انرژی میده که کارهای دیگر رو با قوت بیشتری واسه شما ضبط کنیم. اگر هم کار خاصی مد نظرتون بود میتونید. من رج بعدی رو کامل میکنم. پس 2 رج تور بافی روی هر گل ما 2 رج تور بافی داریم. خب دوستان یه چیزی رو که من الان باید بهتون بدم، این کار دیگه تکرار میشه و تا بلندی قد دامنی که شما خواستین، یعنی تا بالای زانو، روی زانو، پایین زانو، شاید یکی یه دامن ماکسی بلند بخواد، این کار تکرار میشه. و چون ما ابتدای کار اندازه‌ای که زدیم دور باسنه، این کار در پایین کار تنگ نمیشه که حس کنید خب این کار موقع راه رفتن اذیت کنه. نه به هیچ وجه، چون بافتم هست و مقداری هم کش میاد توی راه رفتن. این کار خیلی شما رو راحتید باهاش و میتونید سالیان سال ازش استفاده کنید. اگر دوست داشتید میتونید با پارچه زیرش یه آستری خوب بدوزین و کار رو بسیار شکیل‌تر میکنه و دوستانی که دوست ندارن تمام پاهاشون مشخص باشه زیر این تور بافی کار رو بپوشونن و کار مناسب مجالس مهمونی های مختلف هم باشه. خب دوباره به وسط کار رسیدیم. ببینید فکر کنید دامن رو من الان این اگه یه عروسک کوچولویی من اینجا بافته بودم این کار رو واسش، یه دور دیگه میخوام این کار رو ببافم و تموم شه. ببینید دقت کنید کار الان این گل بعدی باید قشنگ، ببینید نباید باید بالای این کار بیفته، یعنی وسط تور بافید. چون دورج که ما بافتیم این دونه ها حتی اینجوری هم که نگاه کنین ببینید 1 2 3 روی سومی. الان من دوباره 7 پایه روی سومی رو میزنم و همه اون بافتی رو که شما دیدین رو من تکرار میکنم. 7 پایه میزنم. 3 4 5 6 7 و با یه بست وصل میکنم. 1 2 3 4 5 و تور بافی 2 تا تور وسطش رو دیگه لازم نیست بگم. دوباره خانه بعدی 7 پایه بلند، هفتمی یه پایه، 5 تا زنجیره و وسط کار. میخوام رج آخر کار رو بهتون نشون بدم. این کار وقتی به رج آخر برسه این پیکوت میزنیم وسط پایه ها و خیلی باعث زیباتر شدن و شکیلتر شدن پایین کار میشه. میخوام اون رجم بهتون یاد بدم و پایین کار رو تموم کنم و برگردیم به بالای کار رو زیباکاریای روی کمر و بند کمربند رو بهتون آموزش بدم که یه کار کامل و جامع، یه آموزش خوب باشه. خب این رج بافته شد. حالا میخوام فکر کنید دامن رو کامل بافتین. ببینید دامن رو فکر کنید با کامل بافتین، دامن بلند شده، هر سایزی که شما خواستین در اومده. حالا میخوایم رج آخر کار رو ببافیم. ببینید باید وسط هر یه پایه‌ای که میزنیم پیکوت بزنیم. پیکوت رو به چه شکل میزنیم؟ خیلی از دوستان بلدن این کارو، واسه دوستانی که بلد نیستن میگم 1 2 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم روی 2 تا پایه اولیه زنجیره ها و این نخو میکشیم و به صورت بست میکشیم. بعد نخو میندازیم و یه پایه بلند دیگه میزنیم. خب این میشه یه پایه و یه پیکوت.
1 2 3 برمیگردیم و یه پایه، ببینید 1 2 3 ببینید دوباره نشونتون بدم، برمیگردیم روی این دوتا پایه میگیریم، ببینید نخ از اون میکشیم، ببینید راحتی. این پیکوتا این خوشگلی رو به پایین کار میدن، یه دونه های کوچولویی به ما میدن که کار خوشگل میکنه. خب دونه های آخری رو من ببافم و بستم رو میزنم. خب اینجا دوباره تورمون رو میبافیم، 5 تا زنجیرمون رو وصل میکنیم، میریم سر خونه بعدی و دوباره پایه و دوباره پیکوت، 3 تا پایه و یه دونه پیکوت. ببینید یه پایه، 1 2 3 زنجیره، یه پیکوت. خب کار تکرار میشه تا دور کارو ما ببافیم و من به دونه آخر برسم و کارو تموم میکنم. خب ببین من آخرین دونه پیکوتو زدم و وصل کردم، حالا آخرین توربافی من ببافم و تمام. خب ببین حالا این نخ میمونه، میخوایم این نخ رو قایم کنیم. خب این نخ رو از اول کاس نکنین، قیچی نکنین، این نخ رو ببرین این زیر میرا، مثلا قلابتون رو، حالا اگه واسه شما سخت بود، دوستانی که بافنده هستن خودشون این کار رو بلدن، واسه دوستانی که نمیدونن انتهای کار رو چی کار کنن، ببینید نه قلاب رو میبرین از اینجاها رد میکنین، بعد این نخ رو میگیرین به نوک قلاب و میکشین. خب ببینید از این طرف در اومد. خب بعد این کار رو دوباره بیشتر میکشین این با انگوش میکشین، این کار رو میبرین قشنگ این زیر میرا پنهان میکنین. ببینید دوباره قلابتون رو زیر این بافتا میبرین. این رو واسه تمیزکاری، واسه دوستانی میگم که میخوان کارو بپوشن استفاده کنن یا سفارش بگیرن و ببافن واسه دوست و آشناشون یا واسه مشتریاشون. این کار رو قشنگ از زیر بکشین خب تا جایی که میتونید. بعد حتی میتونید از بین این زنجیره ها رد کنین و ببرین کار رو تا پایین که این نخه موقع شستشو یا موقع پوشیدن این شکافته نشه. خب من نخم رو کاس نمی کنم چون که این کار رو میخوام بشکافم، من عروسک تو این سایز ندارم. میخواستم پایین کار رو ببینید پایین کار به این شکل شد، پایینش یه پیکوسای خورد و یه خوشگلی های ایجاد شد. حالا میخوایم بریم بالای دامن. بالای دامن میتونیم به همین سادگی نگه داریم اگه دوست داشتین. اگه دوست نداشتین میتونین زنجیره بزنین بالای دور تا دور کار زنجیره بزنین و کمربندتون رو رد کنین. حالا میخوایم دور تا دور کار رو ما میخوایم زنجیره بزنیم، یه توربافی کوچیکی و یه تمیزی بالای کاری رو داشته باشیم. برای این کارم این اول کار باز میم یه دونه گره میندازیم، یه دونه زنجیره میندازیم این ابتدای کار، ببینید به این صورت. خب بعد میریم داخل یکی از این خونه هامون، خونه های کمر، من دستم بالاتر بیارم. خب بعد کارو میگیریم یه دونه بست میزنیم. حالا شروع میکنیم که من یکم نخو یه رنگ دیگه برداشتم که یه خورده مشخص بشه. 3 تا زنجیره میزنیم به خاطر یه پایه، 2 تا زنجیره هم واسه، یعنی 5 تا زنجیره با هم میزنیم. حالا 2 تا پایه جا میذاریم، پایه سوم رو شروع میکنیم به بافتن. این نخ هم میبرید از زیر قایم میکنین بعدنا نخ هم رنگ باشه ها، مثلا من رنگ دیگه بر ندارین، دیدین که من نخو کاس نکردم به خاطر همینه دو رنگه. ببینید 2 تا زنجیره، 1 2 خونه سومی میبافیم، پایه میزنیم، 2 تا زنجیره و میبافیم، 2 تا زنجیره و میبافیم. این کار دور تا دور این کار رو ما میبافیم. این کار دیگه تکرار میشه. ببینید به این صورته، بذار نشونتون بدم. ببین به این صورت، به این صورت این کار دور تا دورشون رو میبافیم. بعد که بافتیم دونه آخر رو میام بهتون وصل میکنم و مرحله بعدی
و نقشه روی کاغذش هم میکشم و بهتون نشون میدم که بدونید کل کار به چه صورته. نقشه رو هم سیو کنید، شاسی بگیرید سیو کنید که داشته باشیم. ببینید خب اینم پایه آخر، 2 تا پایه رو 2 تا زنجیره رو میزنیم به سومی، 1 2 3 به سومی وصلش میکنیم با یه بستم چطوری بود؟ اینجوری بود. خب حالا یه دونه زنجیره میزنیم میایم وسط این، یک بست میزنیم میایم وسط کار. خب حالا میخوایم این، خب خیلی نازکه دیگه، اینو نگاه کنید. الان شما بخواید کمربند از رد کنید این خیلی نازکه این بالاش. خب یه ردیف دیگه ما میبافیم، یه ردیف رو به صورت پایه کوتاه میبافیم. خب پایه کوتاه به این صورته. اگه ویدیوهای قبل من رو دیده باشین پایه کوتاه رو هم آموزش دادم. یه دونه نخ میگیریم و 2 تا یکی میکنیم روی پایه، یه دونه نخ. ببینید تو هر کدومش 2 تا میزنیم، تو هر خونه، روی پایه هم یه دونه خونه تو هر خونه. ببینید خب این ردیف هم تا آخر میبافیم. حالا اگه دوست داشتین میخواستین این ساده نباشه میتونین مثل این کار که اینجاشو پیکوت زده میتونین اینجا هم پیکوت بزنید. پیکوت رو به چه صورت بزنید؟ ببینید یه دونه 2 تا دونه پایه میزنید روی پایه سومی که روی پایه میشه 3 تا 1 2 3 تا زنجیره میزنین و پیکوتتون رو میزنین. خب این از اینجای کار. دوباره میریم خونه بعدی، 2 تا پایه میزنیم، پایه کوتاه روی پایه، یه پایه کوتاه بعدی هم میزنیم. باز اینجا یه پیکوت دیگه میزنیم. این پیکوت هم یه خوشگلی کوچولویی به کار میده. ببینید شما میتونید از هر تزیینی واسه بالای دامنتون استفاده کنید اگه بلدین، ولی خب به نظر من چون دامن خودش توربافی و شلوغه زیادی هم لازم نیست، همین پیکوتا رو هم بزنید کافی. خب کار رو تا آخر میبافیم و تمومش میکنیم. حالا به خاطر اینکه کار خیلی طولانی نشه این کار، ببینید شستش اتوشه خیلی کار شیک و شکلیه. این کار چون کوچیکه شاید زیبایی خودش رو نشون نده، ولی کن به نظر من که خیلی هم زیباست اتفاقا. ولی خب کار وقتی بزرگ بافته میشه و پوشیده میشه تنخورش خیلی زیباست. میتونید آستر داشته باشید. من اول بهتون طرز تهیه یه دونه کمربندش رو بهتون آموزش بدم که بدونید که چطوری کمربند رو ببافین. واسه اون تناب دور تا دور کمر، ببینید از اینجا یه چیز رو بندی رو رد کنید که کمر رو ببندید، چون ما دور تا دور باستن رو در نظر گرفتیم. واسه کمر باید یه چیزی باشه. حالا میتونید از نخهای تزیینی آماده تو بازار استفاده کنید، میتونید زنجیر بگیرید، میتونید هر جوری، ولی خب ترجیحاً من ترجیح میدم که براش ببافم. ساده ترین کار اینه که نختون رو 2 لایه یا 3 لایه کنید و شروع کنید به زنجیره ساده زدن. زنجیره ساده هم که دیگه انقدر تکرار کردیم که دیگه همه باید بلد باشین. اولا کاری پایه میزنیم و بعد شروع میکنیم به زنجیره ساده زدن. تو ادامه درسای بعدی من زنجیره های دیگر رو تو ویدیوهای بعدی یه دونه تناب های دیگر رو بهتون یاد میدم، ولی چون ویدیو الان طولانی شده به نظرم همین کافیه. ببافید و لذت ببرید. لایک و کامنت هم یادتون نره. ساب کنید این کانال ما رو تا ویدیوهای بعدی هم بهتون اطلاع داده بشه. برای دوستانتون هم بفرستید. اگه ایده ای هم دارین واسه همون بنویسین و بفرستین. دوست داشتین آموزش های بعدی چی باشه به همون بگید. آموزش بعدی که 100% اون سوتیانیه که داخل با همین دامن ست میشه. حالا ببینید دامن رو فکر کنین، اینو من بهتون بگم، این نوار رو من میبافم، بلندیش به خودتون بستگی داره، ولی خب باید یه جوری باشه که دور تا دور کمر رو بگیره و گرهی خورده بشه. خب بعد اینو به این صورت 2 تا در میون یا 3 تا، حالا این دامن ما کوچیکه ما 2 تا در میون رد میکنیم. ببینید از این سوراخ‌های دامن رد میکنیم. خب
وقتی که اینو رد کنیم موقع پوشیدن اینو گره میزنیم. حتی میتونید زنگوله ببافید و اینجا شاید زنگوله خوشگل بندازید یا مهره رد کنید. اینا دیگه کاملا سلیقه‌ایه و به خودتون ربط داره.